سلام بچه ها، خوش اومدید به ویدیو جدید. امروز اومدیم با پارت 2 ماشین بازی پراید، اگه اشتباه نکنم بود. پارت قبلی اومدیم یه سری وسیله نقلی هایی که جدید توی این نسخه اضافه شده بود و آوردیم. این پارت قرار بریم مکان هایی که اضافه شده و بریم ببینیم. قبل از اینکه بریم سر ویدیو، لایک و دنبال کردن یادتون نره. لیتس گو. با خود ماشین بازی پژو پارس چرا دارم میگم، ماشین بازی پراید. و نکته ای که دفعه قبلی بود، من با ماشینم یه شکل دیگه بود، حالا اشتباهی بازی رو پاک کردم و مجبور شدم همینا رو فعلا بذارم. بریم سر جای اصلی. خب اومد، برو بریم. مکان اول که میخوام بگم، امیدوارم صدا درست منو بگیره چون داره صدای بازی هم زیاد میاد. مکان اولی منطقه صنعتی جالب گیم رو یه سر بریم ببینیم چطوره. خب اومدیم منطقه صنعتی جالب گیم و اینجا منطقه صنعتی تا جایی که خودش گفته هست و من تو راه که داشتیم میمدیم ماشین رو عوض کردم، زیاد با پراید حال نمی کنم. الان اومدیم اینجا و یه ماشین چیزم این بغله، بریم با این بیایم. این البته تو نسخه قدیمی بودا، تو نسخه قبلم این بود. چه این داره میچرخه؟ ها؟ خب یه خورده داره بازی عجیب میشه. چرا رو گیت رد میشه؟ بعد فرمونش هم برعکسه. بیا حالا که میخوام رو گیت رد شم نمیره، اون موقعی نمیخواستم میرفت. منطقیه. A few moments later. خب بعد از هزاران زحمت بالاخره تونستم این درستش کنم. این فرمونش هم که کجه، کلا برعکس کار میکنه. برو بریم. اینجا یه نل 90 اکسپورت شده داره. من خودم از قبل یه دور اومدم اینجا رو، چیز بدی نیست. این من بلند میشد، من تا اول خودم نرفته بودم. اینجا اومده بودم ولی به چیزی آسیب نزده بودم، فقط رفته بودم ال 90 رو بردارم یه سر. اینجا منطقه صنعتی عقل خودشون. اون کوههای اونورم که میبینید، اگه اشتباه نکنم همون بیابان کاکتوسشه، اگه اشتباه نگفته باشم امیدوارم. ببینید این در اینجا رو، فکر کنم همین، آره، در اینجا رو به زور میکنیم. اینجا یه ال 90 داریم. چراغای جذابی هم داره بالا، به این شکل هم روشن خاموش. خب بریم منطقه بعدی اگه اشتباه نکنم. خب جای بعدی کجا باید میرفتیم؟ مسیریابی، نمایشگاه ماشین 40 رو که رفتیم. بله شهر پله‌ای میرویم. خب من فعلا اینجا رو کات میکنم، یکم ویدیو دیر نشه و اینا زیاد طولانی نشه. برو بریم. Later. خب رسیدیم شهر پله‌ای، الان اینجا هستیم و اینجا کلا همون عقل خودشون شهر پله‌ای بیه. حالا پله مانند دیگه، همینجوری میریم روی بالا. خیلی چیز خاصی هم اینجا نداره. گیر کردم. خب داریم به زور میریم بالا. اینجا یه نمیدونم اسمش چی بگم، فرفره چیه، رنگی رنگی داره میزنه، چیز باحالی همه. خب اینجا همون فرفره رو داریم و سمت چپش که بیایم، گیر کردم، سمت چپش بیایم گیر میکنیم.
سمت شبش که بیایم میرسیم به یه همچین جایی. چرا دوربین اینجوریه؟ سمت شبش بیایم یه همچین جایی میرسیم، چیز باحالی هم هست. اصلا کلا دوربین به گنگ کشیده شده. یه هم جای رنگای باحالی هم داره. و جای بعدی اینجا تو همین شهر پله‌ای که دارم چپ بکنم. این سیاهای اینجا رو میبینید؟ من دستم داره میاد رو دوربین یکم بد در میاد. حالا این سیاهای اینجا، حالا ماشین گازم نمیده، سیاهای اینجا موقعی واردش میشه یه سری قلب و اینا زده و زده ایران و اینا. چیز باحالیه. در کل میتونید بیاید ماشینتون رو جلوش پارک کنید، بعد اینجوری بذارید من جای ماشین رو درست کنم، بعد اینجوری بعد مثلا یه عکس بگیریم. زیاد عکس جذابی هم نبود با این وضعیت شوتیه برعکس ماشین، ولی حالا دیگه گذاشتیم دیگه. برسیم به مکان بعدی، همین چیزی که روبرومونه. و اینکه الان اینجایی که الان قرار ازش بریم بالا، دفعه قبلی که اومدم زیاد چیز خاصی نداشت، شاید هم چیزی داشته من حواسم نبوده. بریم بالا ببینیم اوضاع چطوره. بریم. اینجا که ماشین نداره، چیز خاصی هم نداره، کلا یه طبقه بعدی ببینیم چی داره. یکم ببخشید من دستم میاد رو دوربین، جا دوربین بده دیگه. بالاخره خودتونم گوشی دارید دیگه، میدونید این دوربینای گوشی قسمت بالاشه، منم گوشی رو از همون سمت دیگه نباید گرفتم. چپ شدم. من اینجا به بعد ویدیو رو کات میکنم، یه سر خودم تا بالا میرم، رسیدم بالا بهتون نشون میدم. یه چند باری تو راه افتادم پایین و اینکه فعلا پیاده اومدم و الان رسیدیم به اینجا. یکی از طبقه هاش هم همونطوری که میبینید قفله، نمیدونم چرا. هر کی رفته تو اونجا خواهشم برای من کامنت کنید ببینیم اونجا چطور بوده. خودتونم بالاخره دارین ویدیو رو میبینین، کامنت ها رو دوست داشتید برید بخونید ببینید چی نوشته دیگه. این طبقه هم که هیچی، اصلا کلا طبقه آخری چی نداره، با یه وسیله نقلیه چیزی بیاید. اینجا یه حالت پرشیمانه، ای دارم انگار میافتم، بالاخره افتادم، راحت شدم. یه جای پرشیمانه اون بالا داره، حالا من الان نتونستم برم آخرشم. یه جای پرشیمانه اونجا داره، با ماشینتون میتونید برید بپرید پایین. زیاد چیز جالبی نیست ولی خود چیز بدی هم نیست. من خودم تست کردم، چیز باحالی بوده. حالا شما اگه دوست داشتید برید تست کنید. بذار ببینم دیگه جای دیگه که نداریم. منطقه صنعتی رو که رفتیم، نمایشگاه ماشین 40 هم که دفعه قبلی رفتیم، دوچرخه هم که بازم دفعه قبلی رفتیم، شهر پله هم رفتیم، پارکینگ زیرزمینی. ببینید یه نه پارکینگ زیرزمینی هم داره. من اونو دفعه قبلی رفته بودم، یه نیسان پاترول اگه اشتباه نکنم اسمشو، یا چی بود ماشینه، فکر کنم جی کلاس بود، یا نیسان پاترول بود یا جی کلاس، یکی اینا بود. رفتم نگاه کردم، یه هم چیزی رو داشت، چیز باحالی هم بود و خیلی زیر زمین باید برید و یکم دردسر زیاده، خیلی هم طولانیه. اگر دنبال چالش سنگین هستید خودتون برید، من نمیتونم برم چون خیلی دیگه طول میکشه دیگه. چیز دیگه که بقیه‌شون هم که مال دفعه چیه، مال بازی قبلیشونه و دیگه همین دیگه. سکوی پرش هم فکر کنم تو همون بازی قدیمی ها بود. امیدوارم آموزش چرا، امیدوارم این ویدیو لذت برده باشید و فعلا.